اگه روزی 30 ثانیه آویزون شدن از بارفیکس رو برای 1 ماه انجام بدی، روز 30م چه اتفاقی برات میفته؟ هفته اول فقط آویزون شدن باعث درگیری کامل ساعد، عضلات پشت و شونه ها میشه. فشار زیادی روی پنجه ها، انگشت ها و تاندون های دست وارد میشه، طوری که حتی 10 ثانیه هم برات سخته. هفته دوم کم کم عضلات تثبیت کننده کتف مثل زوزنقه میانی و پایینی و رومبوئیدها قوی تر میشن. برای همین جلو افتادگی شانه ها و قوز بالای گردنت شروع به اصلاح شدن میکنن. هفته سوم اینجاست که ستون فقراتت نفس میکشه. وزن بدنت فاصله بین مهرهاتو به آرومی باز نگه میداره و فشار جمع شده از نشستن طولانی روی کمرت کم رنگ تر میشه. حتی خیلی ها اینجا متوجه میشن موقع ایستادن ناخودآگاه صافتر و کشیده تر وای میستن. هفته چهارم حالا از بدنت یه ماشین کارآمد ساختی. قدرت دستت بیشتر شده، دامنه حرکتی شونه‌هات بهتر شده و بالا تنت بازتر و صافتر از قبل دیده میشه، چون گردل رو فالو کردی که هر روز پیشرفت کنی.